عائشة يقول رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه البخاري. إذا حديث عائشة أم المؤمنين يقول كيف رسول صلى الله عليه وسلم يعني إن حديث شيء أقول المعتكف حديثه أما شيء چیز ممکن حق معتکف ما چیز نه برای که اصل معتکف یعنی چی میکنن مسجد گفتیم که معنای شرعش چی گفتیم معنای شرعش الزام مسجد لطاعت یعنی لطاعت الله عز وجل الزام یعنی چی لزوم مسجد لزوم مسجد یعنی از مسجد خارج نمیشه داخل مسجد اند میمونه داخل مسجد اند چی میمونه اصل یعنی از مسجد نمیبره اعتکاف به کی در اومده چی از مسجد نمیبره اصل همین انکنون یعنی آدم یک چیز به محتاج میشه یک طهارت یک غسل یک خوردن نوشیدنی یک بعضی کارهای چی های ضروری های کارهای بعضی چی های یعنی ضروری های انا من به یعنی چی باید قال كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. إذن رسول صلى الله عليه وسلم مسجد عندما استاد خودش جسد مسجد عنده سر کله خونه به یعنی رسول صلی الله علیه و سلم مسجد خلاص در خونه عایشه رضی الله عنها کله چه عادی عایشه به میموند عایشه رضی الله عنها چی میکرد یعنی شونه میکرد موی سری رسول صلی الله علیه و سلم شونه میکرد این دلاله میکرد که لا باس همه چی لا باس یعنی یک جز چنده خوننده دیگه جز مثلا همین بیان چه اهل علم میگن که نعم انسان اگر حلف يعني نعم اذا حلف الرجل بانه لا يخرج من المسجد ان خرج فزوجته طالق فخرج اخرج يد رجله اليمنى ورجله اليسرى في المسجد ثم رجع لم يحدث فهمنا نفهم نیستش نبرد شد انا میگم برای که معناش داخل مسجد داره باید داخل مسجد حساب میشه فهمیدید باید داخل مسجد حساب میشه باید چی میشه یعنی داخل مسجد حساب میشه یعنی معناش رسول صلی الله علیه و آله و سلم خودش مسجد استفاده سرش چیکار میکرد یعنی خانه به میموند یعنی چی موی سری شریفش عایشه رضی الله عنها شانه میکرد و کان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی میکرد یعنی چی میکرد خانه به نمی در اومد گفتیم که معتکف آدمی که اعتکافنده و از مسجد میبره و چی از مسجد چی نمیبره از مسجد نمیبره الا چی میکرد یعنی رسول صلی الله علیه و سلم برای حاجتش خانه به میدار اومد یعنی الحمدلله این چیزای یعنی نعم یعنی این رحمت سماحت شرع آسانی شریعت ببینید که الحمدلله چی یعنی حاجت برای یک آدم با حاجت چه خانه خوردنی نوشیدنی نام یک مثلا یک اهل اویله خبر گرفتن یک مثلا چیز یعنی لباس ولش کردن لباس شوشتن لباس یعنی تغییر دادن یعنی نام این چیزا با چه جایز میاد یعنی المهم برای حاجت برآمدن ممکن یعنی این حاجت دو حاجت تقسیم میشن حاجت دینی و حاجت شرعی حاجت دینی و حاجت شرعی فهمید حاجت دینی چه طلب العلم ممتاز بهترین چیز طلب علم و كذلك عیادت مریض زیارت کردن جنازه همراه جنازه رفتن یعنی مسجدی که جمعه نمیخونن تو آدم مثلا مسجد محلنده اعتکافنده مسجد محلنده اعتکافنده مسجد محلنده اعتکافنده یعنی پای مسجد جمعه نمیخونن برای جمعه باید که روی برای جمعه چه باید که روی دیگه مسجد بفهمید اینا چه حاجت‌های شرعی و حاجت‌های دینی و حاجت‌های دنیوی برای مثل خوردن یعنی حاجت دینی و كذلك یعنی وضوء و نام میشد غسل از جنابه مثلا میشد غسل جمعه میشد فهمید اینا همه حاجت‌های شرعی اما حاجت‌های دنیوی مثل خوردن
پوشیدن، لباس تازه کردن، همین چیزها. مثل همین چیزها رسول صلی الله علیه و سلم چه خونه به میدان آورد. همین دلالت میکند که اینا کذالک یعنی چی گفتم، یعنی طلب علم. همین به شیخ ابن تیمیه گفته، یعنی شیخ رحمت الله علیه هر سال در آخرنده سطح مسجدنده درس میداد، مسجد حرامنده. فهمده؟ برادرها پرسیدن که یعنی جای اعتکاف اول و درومنده اعتکاف میشنن مسجد حرامنده قدیمنده سونه برای که سطح و برآمدن به یعنی راه نیست، یعنی راه محکم میکنن. یعنی شیخ بعد از چی میکند، یعنی بعد از تراویح که در درسش سر میشد شیخ، یعنی چی میشد، یعنی محکم میشد در برآمدن. برای رفتن از مسجد برآمده با پشت گفتگو ها تو خود مثلا میبیایی، یعنی مثلا بسیار برادرها از طریق صفا مثلا المهم با کوچه بازارهای گذشته دکانهای گذشته میدروید. چرا مننده پرسیدن شیخ گفت که لا بأس. این علم چی میشد، یعنی حاجت شرعی. اگر برای خوردن نوشیدن برآمدن ممکن باشد، برای طلب علم از باب اولا بهتره. برای که خوردن تو یک بار محتاجی، اما طلب علم دائم تو محتاجی. یعنی فهمید؟ تو شیخ میگفت که من این مسئله میگفت، حتی شیخ ابن باز پرسیدم، شیخ ابن تیمیه میگفت، حتی شیخ ابن باز پرسیدم میگفت این قولش ممتد نمیاد بهتون، قول شیخ ممتد به ذکر کارگم چیده. شیخ ابن باز پرسیدم، شیخ ابن باز نفس جواب گفت. یعنی تواضع اهل علم دلالت میکرد که امام شیخ الاسلام شیخ ابن تیمیه میگه چه من پرسیدم میگه چه مدرنگ 18 ساله کودک پرسید میگه که نه حجت نمیگه چی دو، یعنی اما پرسیدن که من جوابشو گفتم میگیرم تو بعد. یعنی این چی میگه احمقی و کم دلالت میکنه. هم ابن مهدی میگه که نعم لا میگه لا یفتی فی کل شیء الا احمق مجنون احمق. اذا من حجت های چی ممکن بوده است. و كذلك ثنا حديث عائشه اوبر قالت السنه على المعتكف. طبعا همین قولنده از سننده اهل بسیار خلاف کردن. از صحیح یعنی چخیلی که امام امام دارقطنی رحمه الله الاننده بیان کرد، این موقوف، یعنی این از قولی که میبیاد، یعنی السلام این از قول ام المؤمنین، یعنی قول مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم. این قول از که میبیاد از قول رسول صلی الله، از قول عایشه رضی الله عنها میگوید که نعم عایشه میگوید که یعنی معتکف بیمار زیارت نمیکند، جنازه نمیرد، زن به دست نمیرساند و مباشره، یعنی ولا يخرج لحاجة الا اگر چیزی که کار ضروری باشد، و اعتکاف الا بصوم، ولا اعتکاف الا مسجد في مسجد جامعين. رواه ابو داود وقال غير عبد الرحمن لا يقول فيه قال فنجعله قبل. اذا این قول یعنی چیزی که گفتم این چیزای قول از رسول صلی الله علیه و سلم ثابت نه. این یعنی بعد اهل علم اینا ضعیف گفتن، بعد گفتن که فقط اجتهاد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. اجتهاد چی؟ ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. نعم یعنی نعم دیگه علماها مثل و علیکم السلام حذیفه بن الیمان دیگه اهل علم این مثلا چه خلاف شدن. آیا گفتن که جایز معتکف مثلا چیوای برای بیمار زیارت کردن میبره، جنازه به میرد، ولی الامر اگر طلب کند ولی الامر بیان جای باید که اطاعت کند. اذا این چی میشد؟ مسئله اختلافی میشد. اینجا چی؟ یک دلیل شرعی نمودگی. وكذلك قول ابن عباس ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. نعم كذلك قول عائشه اینجا لا اعتكاف الا بصوم. نعم دیدید ابن عباس خلاف کرد که ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه، یعنی شرط ده همین به یعنی دید عایشه رضی الله عنها میگه که اعتکاف به صیام نمیشه. فهمید؟ اعتکاف به صیام نمیشه، لیکن راجح میشه. دلیل حدیث صحیحین اومدگی عمر رضی الله تعالی و ارضاه، عمر رضی الله تعالی و ارضاه چی میپرسد که یا رسول الله میگه انی نذرت فی الجاهلیه ان اعتکف نم یوما فی المسجد الحرام فقال صلی الله علیه وسلم اوفی بنذرک. دیدید یعنی این جاهلیان روزه نمیداشتن که رسول صلی الله علیه و لم یشترط علیه، لم یقل له اعتکف وصوم. برای همین برای اعتکاف یعنی روزه شرط نیست.
یعنی شما یعنی طبعا رمضان هم نبود طبعا، لیکن غیر رمضان شرط روزه داشتن. ماه شوال، ماه ذوالحجه میبید اعتکاف میشید و علیکم السلام اعتکاف میشید و چه حالتی که چه روزه نداشتگی حالت نمیشه. ابدا کدوم وقت نشنم میده. بعد از رمضان شدید نشنه. شدید نشنه. اندر رسول صلی الله علیه و سلم یک بار رمضان هم اعتکاف شدن نتونست. شوال هم نشش. شوال شما صحیح بخورین در جسم دیگه صحیح مسلمان ده. اذن اعتکاف جای روزه شرط نه. یعنی رمضان هم میشینید اعتکاف و غیر رمضان میشینید. کدوم وقتی خواهید چیه میشینید. اذن یعنی این چی شد؟ یعنی اعتکاف علی کل یعنی چی بود؟ یعنی چه چیزی که محتاج یعنی آدم به جایز چه چیز با خود جایز نه. اذن گفتم یعنی اصل معتکف باید که چی برد یعنی نم علیه لزوم مسجد لا نعم وليس عليه الخروج منه إلا لأمر نعم فيه له حاجة إما هذه الحاجة إما تكون حاجة دينية وإما تكون دنيوية يعني لابد جدوائي كي لابد من آدم بحي نعم إن شدوا مثلا جاي برامدنش چی گفتم يعني جويز برامدنش چی جويز میشه هم به حلیم که اگر مثلا يعني مثلا خاصة اگر قریبش معتکف قریب آدم نزدیکش بیمار شده بود مایده واجب رفت زیارت کردنش نعم كذلك جنازه مثلا و مثلا مسئله تونه چی گفتم میگن مسئله اشتراط دیروز گرفتیم یادتون دائما مسئله اشتراط اللهم خلي ها يعني اشتراط يعني جمهور اهل علم يعني اشتراط اعتکافات جایز میدن اشتراط معناش چیه یعنی انت اشتريت نعم انت اشتريت لنفسك على ربك نعم يعني تقول ان اخرج من الاعتكاف ان حصل كذا وكذا يعني مثلا اعتکاف میدروید نعم اعتکاف میدروید گفتم که اعتکاف برآمدن ممکن نیست اعتکاف میدروید شما نمیگید که اگر اعتکافان میشنم اگر یعنی اگر خشمو بیایند عمره به پدر مادر اکو خواهر یا که اگر جدا طلب علم یا درس شده مونه من چی میبرم لا بس میشه هیچ خیلی مشکل نیست برای حجت دیگه میشه برای برادر دیدی که محتاج مثلا چه رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت لأن امشي في حاجة اخي احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا نعم یک حاجت برادر به رفته یاردم دادن بهتر از یک ماه مسجد نبوی اعتکاف کردن ها تو اعتکاف نشسته یک برادر میبیاد میگه که من خوبم محتاج برادر یاردم ها نگو که خلاص من اینجا در اومدم یعنی من دنیا نیست شود که من اینجا نمیبرم یعنی بعضی هایی که خلاص چی حاجت داره کسلی مستشفى میمردگی بقیه کلمش میگه چی حاجت هایی میگه یعنی کسلی یعنی مستشفى های میمردنی انا بقیه های اینجا ما چی حاجتی یعنی نمیگه کار درسته انما المؤمنون اخوه یعنی این برادر به یارداد دادن عادی اتفاقات بهتر یعنی جاهل بینه نمیند کدومش بهتر کدومش چطور هم به رسول صلی الله علیه و سلم میگه یک برادر به یاردم دادن از یک ماه مسجد نبوی همین مسجدی که شته آدم مسجد یک بار اعتکاف کردن بهتر یعنی یک ماه بهتر یعنی یک حجت برادر که اومد خیلی برادر اعتکاف راه یاردم ده اپای شب یاردم ده خاصتا یک آدم غریب آدم مهمان یک جای نمیدوند یک چیزی راه اپای شب یاردمش ده دستش گیر یعنی فهمیدی نعم اذن مسئله اشتراط گفتیم یعنی مسئله اشتراط اذن چی گفتیم یعنی قول راجح چی بوده یعنی جایز بوده و كذلك یعنی جای گرفته مسئله اعتکاف گرفته مدت اعتکاف گرفته نعم یعنی نعم وقتش بعضی گفتن که مثلا یک ماه بعد گفتن که 10 روز بعد گفتن که یک شب یک روز بعد گفتن یک روز بعد گفتن که یک لحظه این چیزا هم گرفته همین مسئله های چای متعلق به اعتکاف بود والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اگر مثلا یک مثلا یعنی حجتی که دور بچی باشد اعتکاف خلاص اعتکاف ویران میشه
اعتکاف چه باطل میکنه. طبعا اینجا مسئله ای که های یعنی تمام اهل علم گفتن که جمهور اهل علم گفتن که اگر اعتکاف سنت باشد، اگر باید مثلا برایت باید قضا نیست. لیکن اصل گفتم چی گفتم یعنی باید که چیکار کند یعنی آخرش به عمل رسوند یعنی اعتکاف ویرون میشه. لیکن اشتراط کرده باشد چه اعتکاف جوش هست بماند. جوش بگرد چیزی میبینه جوش بمیشتن. فهمده؟ جوش بگشته میبینه. فهمده؟ هم معنی اشتراط فایده شرط میشه یعنی اعتکاف